ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, бародарои қадрдон, ҳар як корда сабр дар кора. Сабр яъне вақт худаш нишон мета. вақт худаш нишон мета. бобомон меган ки ай сабр кини ай ғурур ҳавло мепавази. сабр ки кини хай ҳама чӣ ба сабр мешавад. ина сабр кардем худшон ба худшон. ина гӯш кинед чӣ мегам. من افغان هستم، از افغانستان، از کابل. دیگه من سال 2019 آمدم تاجیکستان. در اینجا مهاجر شدم. ماجرای من اینجا زیاد است، دوادت در دوشنبه و اینجا ما را عزت و حرمت میکنن. خیر ببینه دولت تاجیکستان، خیر ببینه مردمش، خیر ببینه جناب عالی. منتها ما میبینیم این وطن ما خراب شد، روز به روز خراب شد رفت. ما میفهمیم از دست باز مولا، از دست باز مولویا همین وطن ما خراب شد. از برای خدا 42 سال از وطن ما جنگ است، از دست همین مولا و مولوی. البته با عالم واقعیش احترام داریم، با عالم واقعیش سلام میگیم. فرض مثال در می روزا شما سعی کنید یعنی یک بچه خسته به نام مولا مچم عبدالقدیر است چی بلد که زنا آزاد نیست در تاجیکستان، که ما جهاد اعلان میکنیم تو بیا در تاجیکستان اسلامیت ببی، در تاجیکستان بیا زنار ببی، احترام ببی، چادرشون ببی. همین که پای دروغ و توطئه چی به درد میخوره؟ بلیاز خدا بانین که وطن ما خراب شد، همینجا ما دست شما فرار کردیم. شما بیاین در مسجد تاجیکستان، در مسجدهای جامعش برین، جای نیست. نیم ساعت پیش ما میریم که اینجا جای پیدا کنیم. 5 وقت نماز ما در مسجد. به اسلامیت ما کس کار نداره، به فرهنگ ما کس کار نداره، به لباس ما کس کار نداره. از برای خدا چرا تو میکنی؟ یا فرض مثال دیگهش مولوی خراسانی چی بلاست؟ تا دیروز تو به اصطلاح طالبان را بد میگفتی، در پنشیر کوچه را میدواندی. امروز تو هم خیستی گپ میزنی. من نمیفهمم شما جاسوسای کدام کشور هستین؟ از این وطن، از این خاک ما چی جور میکنین؟ تباهش کردین، بربادش کردین. این وطن 40 سال به نام اسلام، به نام جهاد، به نام دین، به نام کلمه الله اکبر خراب کردین. بله، و یک چیز دیگر هم باید بگویم. ما افسوس میکنیم این چی رقم اسلامیت است. دمی 40 سال در افغانستان انفجار انتحار، انفجار انتحار و به میلیون ها مردم ما کشته شد، به لکها مردم ما معیوب شد. از برای خدا اسلام نگفته که تو انفجار کو، انتحار کو، تو برادر مسلمان تا بکش. تو بیا اینجا در تاجیکستان یک مسجد من نشانت میتونم به نام مسجد قطر، در یک تایم نماز 133,000 انسان نماز میخونه. بیا اینجا ببی. باز میگن که کشورها مسلمانی نیست. تو در مسجد که 2000 3000 5000 نفر اینجا نماز میخونه، گرم انفجار میتی، گرم انفجار میتی در بین مسجد، در بین شفاخانه، در بین راه، در بین موتر. شرم از بابا، تا چی وقت میکشین؟ آخرت دارین، خدا پرسان میکنه، والله از یک تایتان پرسان میکنه. خون ناک بسیار بد چیز است. یا خون ناک بریزه زمین و زمان شور میخوره. اسلام هستین، برین مطالعه کنین، برین قرآن حرف خدا را مطالعه کنین. باید بگویم که خب از دست که ما مشکلات ها را دیدیم، از دست که جنایت ها را دیدیم، بیخی همی اعصاب برمون نمونده. چقدر بیوه ما داریم در افغانستان. و از برای خدا از دست شما به میلیون ها زن بیوه شد، به میلیون ها طفل یتیم شد. جوابی را کی میتن؟ مردم گردایش مفروشه، مردم اولادش فروخت. به نام اسلام، به اسلام واقعی سلام. اسلام ندارد حیب، هر حیب که از در مسلمانی خود ماست. اسلام نما بس است، کفایت میکنه. تا کی مفخوری میکنین؟ تا کی جنایت میکنین؟ کفایت میکنه. برای ما این اول معلوم است که از ابتدا تا انتها چی کردیم. ما خود دیدیم دمی تلفن‌های ما که جناب عالی امام علی رحمان بیت الله شریف رفته بود. قربان اینو تو رهبر به حق ملتش دعا کرد، به حق ملتش گریه کرد. گفت خدایا تاجیکستان و مردمش آباد داشته باشی. اینی رهبر. ما اینو تو یک رهبر داشته باشیم، دیگه غم نداریم که وطن خود جور کنه. از ما رستم امروز غیر دسته‌بازی، غیر سیب خورد و برد، غیر بلند منزل آباد کردن، غیر آزار دادن، غیر کشتن دیگه کدام کار نداره. این میال ما در پارک علیشیر نویستم. این دخترای تاجیک از زنای تاجیک میبینیم که به لباس ملی خود میگردن. با لباس ملی کس به او کار نداره. ولی از خدا کمک شرم کنین، بانین دسته‌بازی را، بانین زیر نام اسلام و زیر نام دین قدر توتره. آینده ندارین، فایده نمیکنه. چهره واقعیتون مردم شناخته. بسیار جودا همین دههای محکم
دهه زمانگذاری به حد خوب ایده، بسیار جوده. مردم افغانستان اینا ما خواب کردیم، گپاتون رو گوش کردیم. با این خطانه ببینیم. آن چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. خداوند یار و مددگار همه ما و شما زنده و سربلند باشید. مردم فارس زبان، پارس، ایران، افغان، تاجیک،